چادری داشتگون روچا لانچ کرتگون شفا پاچ کرتگون برناتگون جامعی نداشتگون در این حد من درس منتگون دو خانم هم گفتم با این شرایط که به می طالب العلم نان پچن که به ما نان همه پهتن آوان بعد شایی سومین دوره تفسیر مولانا غلام الله خانی درسا شرکت کو که آدمانا 25 نفر افریقایی شرکت داشتن برای درسا و زمانیت که ایوب خانی ظلم اوج دارد دوره تفسیر قرآن تفسیر اجازه نده که برندگوی تا درس بدن طالب العلم میزان دارتن فشرده نشتن 27 ما که ختم قرآنت یار تنیرونی غوتی یار بچه سیارین بلندگو هم ند دی توار پخش نبی باشن توار نرسی گل لاو اسپیکر بیارت بلندگو ایوب هر غلطی نکرد بکن هرچی هم شدفه در بگوشت که من ای دو ماه خورده من تحمل کردم بخاطر من شاگردانی درس خراب می بیاید من دست من روزن تو بره به هر حال ای عالمه بعد بخاطر که والدی وفات کرد 20 روز برای چی آید و یه ادانو برگشت 20 روز آی دوره تفسیر دوره قرآن چیه دوره حدیث آی کذا بود دومی سالاش احمدان شد دارالعلوم کراچی مفتی محمد شفیع و در آرا نصیب بود مولانا طیب که آزمانا دارالعلوم دیوبند چیت محتممت بخاطر تبرک ختمه یک حدیث درس داد آی شاگرد هم بود مولانا سلیم الله خان شاگرد خصوصیت که مولانا سلیم الله خان آرا در دارالعلوم گفت که من رئین من زمین گفتم اون کراچی شهره تا مدرسه پاچه کنی تمنین گو من نندین گوته و به شرطی که لگا بله گو لگا برین و یاین گو لگا که برد منی و تی قرارداد فسخین زمانیت که 65 میلادیت تقریبا این حال و احوالت بعد ادان نسبت به من خیلی محبت داشت مردم ها سوچ کردن چه خاصیتی تی لگ دارید این لگ گویشی منی لگ در ضمن که منی لگن منی همراهن من ویشی با هم مدرسه درس من تگن با شرایط سخت درس من بعد شایی یکی شایی چیان گو من مستون دمستان سردیا لازم بود که غسل کنی مدرسه حمامی آب گرم نداشت یخبندان و برفت یک حلبی آب منظورتون برتون یک جا باقی پهنا داشت سنجیدی دار هشکی پروشتون و گرم کرتون زمانی که غسل کرتون پیدا وشت خدایا سنجید کیه داران کیه تن که من گرم کرتون بعد یهتون مردم ودیون که من گمونه معاف کن من شی سنجید داران استفاده کردم و مردمان اناران آورن انگوران آورن سنجیدان آورن نه یا تا پریشی تا کجای مردمیه چیکاره من طالب العلمی و معاف نکنین من باز داد و بیداد که کرتون منا گفت که فشرتی معاف کنین که بیای منی گسا من واشون من درسا و تیانه توانی ویل کنین واشت تعطیلات جمعه واشت آخرش هم من قول که یک جمعه من آی گسا برین ای حال و احوالت شیشتون این که رد بودتون شدتون به مولانا غلام محمد یا خدا رحمت کن که منو برا دفتان کوه پشت درس بدن انجیری 2-3 دانه که وارتون بعد فکری بودتون انجیر که یک که من وارتون به 10 دانه گا نرسه درس منی که حلاس بیادون تا نور محمد علی خان که آدمان آبودان حکومتت منی زمانه که من انجیر استفاده هم که کچکولی و تی گوتا کرتا و گریه تو خدای درگاهشی خدای من تی ملنگ و منا ببخش من ظلم و زور کرتا تا بودن نشته من واجه انجیر تا این گو من این آما بوده واشت من شیشی وارتگ و منا معاف کن واشت مردم هم باز وارتگ دم وارتگ من واشت منا معاف کن واشت آخه چوه نبی واشت منا معاف کن من گریه تا گرا واشت که من تا که پرید 4 دانه انجیر داره گریه وش من معاف کنی گدامن چیه آیت که کلام همی بوده گدامن چیه منی هون و گوشت مردم مالای که من واشتم که تا مردمان ودی که معاف گو چون سر من ودی کنی واشتم توبه و استغفار فلان مردمی که در این حد درس وانته گو بابا من 4 ماه دیمتر نانی که هشک بودتن تا پنجران منشان شوشتون و وارتون و درس وانتون لباس که نداشتون 2 شلوار یک جا کرتون دوتون با شلواری با این شرایط همی زوت منو گو بابا
غریبی و بیوسی وقتا که شما درس وانتن دعا کردن دعا گو هن قبول بودن هن ما قبول بودن آرزویی که داشت آرزویانی الحمدلله برآورد بودن اذا منطقه تاکیه دی مردمان راهی ندارن شروع که راسادیه و انجیر آدم و کلاهور الحمدلله ما جایی که آدم اشتران نتوانتن در من شنجر در فکر کوشتن براد فکیر تو اشتر داشته به برها که رسگن گلانا داره بودتگن و دا هنو ماشین رو بوده تریلی با بارداری رو آنگو طرف خارستان هم آئی آرزویت که حیوان چارپا داره نشتن رای به چارپا دارن جور کنن ماشین داری رو و الحمدلله خدمت باز کرده و ما خیلی راضییم شما مردم ها تشکر کنن که بخاطر ما یعتقد اما یک برای نماز جنازه شرکت تشریف بیارته که ایشی تشکری لازم نیست شما وظیفه بوده مردمان یه خبرانه دارن بعد شایی هم دعا همه دانه بید مردمانی که روان دفن کنن آوان یان همه دان په دعا آنگو کابرستان کسی منتظر مبید به هر حال ببخشه من لبگشاییم که استادان علما تشریف داشتن ولی خب چون دستور دادن من شما وقتا گفتم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین